چنانچه میوندی صاحب فرمودند که چند روز قبل ما با 4 ولسوالی بزرگی ولایت هرات، ولسوالی چشت شریف، ولسوالی اوبه، ولسوالی پشتون زرغون، ولسوالی کرخ، 4 سبستیشن کارهایشان آغاز شد و بیشتر از 2 میلیون دلار هزینه از طرف برشنا شرکت سر از این مصرف میشه و همچنان پروژه قبلی که 23 میلیون دلار سر از اون مصرف شده بود و در حالت خطر و تخریب قرار داشت، با جور شدن این سبستیشن ها آنها هم محفوظ میشوند. همچنان در ولایت کابل، در ولایت بغلان، در ولایت مزار شریف، کندوز، در ولایت سمت جنوب، در ولایات مختلف، سمت مشرقی و سمت غرب، در همه ولایات کار روان است. اما یک چیز میخواهیم که به شما یادآور شوم، ما شما مشکلات 1 ساله و 2 ساله نداریم. مشکلات ما مشکلات بیشتر از 4 دهه هست و ما هم نمیتونیم که مشکلات 40 ساله را در 1 سال و 2 سال حل کنیم، اما به ملت خود این وعده را داده میتونیم که ما تعهد داریم، کار میکنیم، زحمت میکشیم و از منابع بسیار کم استفاده خوب میکنیم. الحمدلله همه مسئولین ما شما در مدیریت بسیار بلد هستند و میبینین که این حالت را چطور مدیریت میکنن و پیش میبرن که نه کدام کمک خارجی هست، نه او میلیاردها دلار است، بلکه او پول خود مردم افغانستان که 10 میلیارد دلار بوده آنها را هم تحت سلطه خود آورده اند و امریکا و متحدینشان در برابر این ملت یک ظلم بسیار کلان دیگری را میکنه.